السلام علیکم تماشابینان ارجمند. این برنامه نوبتی قصه های مردم کوهستان می باشد و ما در دهه به نام حمید برات قرار داریم و این برنامه با درخواست و پیشنهادهای تماشابینان سرشمار تهیه گشته است و سرپرست این برنامه اویله براتوف از دهه حمید برات می باشند. رفتیم. دهه به نام حمید برات در دهات به نام میرزاعلی ویسفی ناحیه وسه واقع می باشد. از مرکز ناحیه تا این دهه مسافت 10 کیلومتر راه است. همصحبت من حکمت الله حمیدوف، وکیلی نماینده مردم از دهه به نام حمید برات در مجلس وکیلان خلق ناحیه. مرحمت اکا حکمت الله، درباره تاریخی همین دهه شما نقل کنید، قصه کنید. وقتی مهاجر شوی آغاز می شود سال 1946 مردمی میمنوباد انا دیه های دیچندونی بالا دیچندونی پایان غلق دره و خمی زردالو به همین دیه مهاجر شده می آیند. دوره که می آیند در اینجا کلخوز کی رو گفته است. اینجا چند کلخوزو بودن، هر یک دیه ها کلخوز داشته، مثلا کیرو بود، فروزیه بود، ارگانیکیزی بود، مولاتو بود. بعد این رو متحد میکنه انمی که حوض مردم همین خشلاق با اون میشناسه که همین دوره که نام کیرو بود. کیرو گفته بعد میدونه که در کدام دیه بود است. بعد اینا رو متحد میکنن. وقتی متحد کردن پدر مو صدر برگاده پاککاری میشه. اینجا در بابای علوم گفتن رئیس خواجگی. ما هم مردمی که در همونجا مهاجر شدند یاجی میشوند. من در همین یک کلخوز کیر کار میکنم و وقتی متحد میشوند کلخوز بالشویک تشکیل میدن. در کلخوز بالشویک کارو فعالیت کرده میان. من وقتی که درباره تاریخی شخصیتی که در همونجا بودن همین پدر ما همون سالهای اولی که در همون دهه خودشون بودند اون سالهای 42 وقتی همه به جنگ میروند دیگه مردینه قریب نمیمونند فقط کاری صحرایی غله‌کاری که بود زنها میکنن. بعد اونجا بابای علا که رئیس همون دوره خواجگی اونجا بود پدر ما رو میگه که شما بسیار بچه زیرک این بچه کردونین شما با همراه زنکو کیش غله‌دانه رو میکنید همین غله رو میچوشید کیش میکنید. من این تجربه کافی که داشت وقتی در اینجا میان متحد میشن رئیس علو من بابای علو رئیس پدر ما صدر برگاده پاککاری میشه فعالیت میکنه. نشانه از دست بابای حمید امروز چی موندگی؟ من امروز اگر همین دو طرف راه رو بینیم سروی زمین رو بینیم در این نیهالوی توت است داخل درخت اوروشی است درخت میوه‌دهنده است هاش محصولی دست حمید برات است. از اونجا در خانه خود انارو داریم انارو دست نیهالی هم پدر من وزیرم هست و از اون مفرا استفاده میبریم. با سرمایه‌گذاری به واسطه شما ما باوری داریم ما میدونیم اطلاع داریم که در دهه بسیار نوآوری ها شدن پیشروی ها شدن آبادکاری ها شده گند. در حقیقت درست من در رئیس کوته محل هم بودم موضوع شکلی که شما ذکر کرد وکیل مجلس وکیل خلق ناحیه هستم. من همه طرفه من مردمی همین دیار هستم من خلق همین دیار هستم و همون حرمت پدر احترام پدرم داشت روزم حرمت احترام در مو هست من از تحت دل به خلق خدمت میکنم. من این نقطه اون میشه که روز دیدیم پیشتر بود امیرم ما با روح دیگر تشکیلات توانستیم که اصلا برقرار کنیم. دو نقطه اون میشه از در دیگر از اون مردم پلیس بودن است توانستیم که یک خود جای خدا چهار بود همون شهادتنامه کرده به خلق که پورا از اون استفاده پر در میت تونستیم که من بسیار جهود مسجد را بحث قانونی بود که ما دوره اول تونستیم که شهادتنامه فعالیتی مسجد هم گرفته بتونیم. من همه کار فعالیتی که در دیگه میشه درم که قانون است در عموما از اون مردم پورا استفاده میبره قانونی استفاده میبره و فعالیت کارش میکنه. این نقشه ده هست راه هم ساخته میشه. من 900 متر راه موندگی است از در نقشه است که در من جشن سپاسالگی همین راه تعمیر شود این چنین یک دروازه دیگه و همین مناسبت سپاسالگی ساخته داشته میشه. حمید براتوف نفری که با خصلت‌های نیکش در مناسبت با همسایه‌داری، حلالکاری و تشکیلاتچگی میان همدیهگان صاحب احترام بود. از همین سبب نامش ابد زنده ماند. درباره حمید برات اندیشه‌های همدیهگانش را هم در این برنامه اینجا مجای کردیم. همصحبت من اپای سولبی یکی از زنان مادران کهنسال همین دهه به نام حمید برات هستند. حمید برات شما چخل بدن چخل انسان بودن؟ حمید برات به حد انسانی خوب بود انسانی صغیره پرور بود سحری نماز بوندوش هم میخوند
همینجا ما 80-90 خوجاگی بودیم همه امور خبر میگرفت احوال او با خبر میشد یا کسل بود یا بیمار بود یا قریب مردنش بود تاکید میکرد که همون امور نگاه کنید حمید برات برگادیری پیش قدمی همین چسکر بود همچون انسان یعنی همون خصلتاش در دل شما تا این روزا مونده در خاطر هست شما با ما تا حتی وقتی که هستیم اما حمید برات هم یاد میکنیم کارو خوبشه نصیحتای خوبشه سال 64 من در همین کلخوز کار کردم گفت بچم بین زن و مرد فرق نیست نه که حمایه زن بسیار خوبه همین گپ همون در پته که گوش ما مونده این اما از سال 64 تا حاضره کار میکنم مهنت حلال خودم قطعی نان میخورم این لحظه من با 2 نفر ساکنان دهه به نام حمید برات شخصان تبرک هم صحبت میشوند اکای همراه و اکای بابای گنجال شما بابای گنجالین شما بابای همراه شما همسفان بابای حمید براتوف هستین شما چی میگین درباره همین تاریخ قشلاق و همین نفری که یعنی حمید برات نام ده به نام همون این شخصیت هست همه ما خیلی تولدی اساسیمون همه دهه همه حاضره حمید براتای در وقتش دهه شوکدلی شاسکای کی رو بوده که وقت دوره حکومت ده حکومت سویتی ده حکومت سویتی ده اینا ما کو تولدی ما سال 1941 بعد چند وقت پسی که به عقل رسیدم میفهمم همه دهه را این دهه اساسی آدمای اولینی که اومدگی هم یا 4-5 کسی که اومد باشن همون سالهای 38 تکمیل اومدگی همین دهه را شیشتن همین محله ده انا همین آباد شدگی های پسان سال 1949 از ملکای بالا آدما را بابای همراه شما بابای حمید براتوف قطعی چخیلی انسان بودن همه خصلت های انسانیش را گپ زنید از سال 1065 قطعی حمید برات یک جا کار کردم او برگادیر بود من تراکتورسی هم آدم بودم تا سال 1998 یک جا کار کردیم که شوروی که خیلی شید بعد خیلی او بس کرد ما تراکتور خیلی تا 1912 ما تراکتورسی همین دیگه بودیم تا 2012 کار کردیم اومدیم تا این روزا امروز شخصیت شید که ما تراکتور همین دولت گفت که هر یک شخص میخواد تراکتور حمید برات همون خصلتوش بگین که شما تا حاضر حسد میبرین انا ما میگم که از 1965 خطی هم یادم یک جا کار کردم تا 1992 98 بعد یک جا کار کردم یک جا ما او فرمون داد ما کار میکنم تراکتوریست همی آدم بودم خیلی خصلتاش یک انسانی بود که آخر دیگه او خیلی انسان نخواهد باشه اما می اومد بچم برام با خیلی دو خوبسنیه فقط بچم برام مرحمت بخیریم بین خیلی خصلتای خوب داشت خصلتای اولاد نداشت یک خصلت خوبش تا حاضر همه بود که هر سحری خونه همه کلخوشیاش میرفت صحتی سلامتی میپرسید اون خونه ماها بعد با کار دعوت میکرد ما را و سر کار میرفت همین خصلت شما فراموش نیست در دشت بودم ملک سیادی میکرده با پوست پلنگنه زبادی میکرده اکازیو آوازی جوانی تو نمامی خیلی بود کم فرق داشت چخیر اخی نسبت به این با سازتر بود آقای نستر فلک میداد همون دوره حمید برادم همه خیلی فلک خونی میکردیم ما بعد منداغگویی میکردیم سر اینا اشان خدا گندم دروی وقتی برگرد بود همه بابرد همه اونجا میرفته بر منداغ میگفته
گندم میداریم شبانه روز خواب بودیم منداغ میگفتیم گندم میدرویدیم او برگرد بود او هم میدروید او اکبالای سر ما دعیاق کرد او رابر ما بود آخه بسیار انسان خوب بود همین انسانی بود که نمازش میخوند اول گیجا در یک کسری بود میرفت همون را خبر میگرفت بعد کرده میرفت همین خیلی انسان بود خیلی چند سبزیوار در دپتات بود خیلی چند تا مدالا داشت چند تا اردنا داشت آدم خوب که بود بعد همون را پیشنهاد کرد همین دیه را به نام همون گذاشت این عکس ها در صحیفه های روزنامه های دوری از حمید برات نگاه داشته شدند. نام نیک در روزنامه نوحیوی گلخان واسی سلو کرپید دلامی در روزنامه کلیابسکا پراودا همچنین دیگر روزنامه ها در باره کارنامه های این شخصیت نیک درج کرده شدند و ایمطلو باروتوف همین خیلی ایمطلو باروتوف یک فرزندی استاد هستند. شما چقدر جمع‌آوری کردین اینقدر روزنامه ها اینقدر حجت ها اینقدر مواد ها رو نسبت پدرتون؟ راست که پدر ما سالهای طولانی در این سابق دهه سوکدلی کار و فعالیت کردن همچون در حدود همین جماعتی پیشتره کمونیسم کار و فعالیت نمودن خب همچون بریگادیر و در طول فعالیت خود از خود بسیار چیزها باقی ماندن پیش از همه بسیار خصلت نیک نکو که تا حاضر نسبت پدر ما همه سخنهای نیک میگویند و ما در طول فعالیت و برای کار خوبش و بسیار مدال و اردن ها مکافات شد چند بار هم وکیل مردم انتخاب شدن همچنین اشتراکی نمایشگاه کامیابی خواجگی خلقی سابق تو شورای اسیر بودن و ما همین چیزا به نظر کوشش کردیم همه موادهایی که نسبت پدر ما در روزنامه ها در مجله ها چاپ شده بودن به نشر رسیده بودن اما رو جمع‌آوری کردیم و نقطه نمود که دیه را با نام پدر ما سابق دیه چوبقدری با نام پدر ما با نام حمید باروتوف گذاشته شده است و نیت داریم که در آینده این مواد رو جمع کردن یکون کتاب با نشر رسونیم. این بسیار خوب می شود که کارنامه این مرد شجاع این مرد نامی نیک داشتگی برات حمید مثال از طرف نسل نورس خوانند مطالعه کردند این یک نمونه عبرت می شود برای نسل نورس. سلامت باشید. و اکنون درباره دیها این منظره دیهی به نام حمید برات از بلندی ثبت شده است. موضعی با درختان سویافکن و میوه‌دهنده سبزپوش گواهی مردم مهنتی بودن این منطقه را نشان می‌دهد. همصحبت من متخصصی جماعت دهاتی به نام میرزاعلی وایسف زلفیه هستند درباره دیهی حمید برات. من کارمند جماعت میرزاعلی وایسف از اون میفهمم که من اینو در دهه نامداری حمید برات زندگی دارم و فعالیت کرده استودم. ما از اون مینازیم که این شخصی که ما حوزی درباره حمید برات گپ میزنیم شخصی مهنت‌دوست پاکدل پاکسریش و برای آبروی خود و برای اهل دیها و برای جمعیت پیش رفتن شخصی بود که همه خوبای خودش برای آبادانی دیها و همون امور برای آبادانی دیها کرد و امروز نتیجه هایی که برای آبادی دیها و کشور خود کرد اینو نتیجه داد. امروز در دهه حمید برات 2875 نفر شخص ها زندگی دارد. از این کادرایی که در دهه حمید برات تربیت یافتند در تمام گوشه کنار جمهوری تاجیکستان و بیرون از اون کار و فعالیت دارند و نامبرداری دهه حمید برات میباشند. چاره‌داری این شغل یکی از منبع‌های پیش بردن روزگار ساکنان محسوب می‌یابد. سهمی حکمت‌الله حمیدوف وکیل مجلس وکیلان خلق ناحیه نماینده مردمی در تشکیل و برقرارسازی چراگاه دیه خیلی کلان است.
پایین‌تر از اینجا این موضع آرامگاه دهه میباشد. در این موضع این آبادکاری ها را مردم دهه طریق حشر انجام دادند. در دهه به نام حمید براد انا اینجا آرامگاه دهه است که در حالت خوب قرار داده شده است و با دستگیری و تشبوس خود ساکنان در اینجا درختان سایه افکن شناخته داشته است و حتی آب پالیزی هم آورده شده است. ساکنان این دهه خاطر گذشتگان را پاس نگاه می‌دارند، با همدیگر همچون دوست و برادر اتفاق می‌باشند، در پستی و بلندی دست همدیگر را می‌گیرند. در چنین محیطی دهه‌داری نورزان خوب تربیت یافتند. در سمت تعلیم و تربیت نسل نورز سهم آموزگاران بسیار کلان است، گفتند ساکنان دهه. در مرکز دهه حمید براد انا این مکتب رقم 13 مکتب دهه این منظره به همه شما شناس است. این مطلوب باروتوف دیرکتوری همین مؤسسه تعلیمی هستند. مؤسسه از کدام سال است؟ 1955. چند نفر حاضر به تحصیل فرا گرفته شدگی؟ 596 خانه. با فکرم باز بینای نوی تعلیمی در مؤسسه هم باز ساختمانش آغاز شدگی. بله، ساختمان نو از طرف رئیس ساختمان ولایت به نقشه گرفته علاقه آغاز شد، کارهای ساختمانی رفته ایستادند این زمان. بهترش به همون جای ساختمان رویم بهتر بشه. بینای نوی تعلیمی علاقه ساختمانش آغاز شده است. این مطلب چند آشیانه بشود بینا؟ بینای نوی تعلیمی از 3 آشیانه و تخونه عبارت است. سه آشیانه این چند صنف خانه می شود؟ این 16 صنف خانه برای 320 خانه در بس به نقشه گرفته شده است. کارها علاقه آغاز شدند و کارها ساختمانی ادامه دارند. بله. این با فکرم این مردم دهه سالهای زیاد انتظار بدن. بله از سبب که مکتب ما از لوی ساخته شد تا کرسی نداشت، سالهای سال ما این رو انتظار بودیم و خوشبختانه ساختمان علاقه آغاز شده است. نه که از روی معلوماتی من، از روی آن اطلاعی که من دارم، همه بینای سه آشیانه تعلیمی این بینایی است که بینای تعلیمی در منطقه کلوب همه خیلی یک تا بنا می باشد. تماشابینان ارجمند سهم مطلع در عموما کارهای ساختمانی عموما بنیاد همین مؤسسه تعلیمی بینای تعلیمی به نهایت کلان است. یک جهان تشکر برای شما برای چنین اقدام. بالاتر از مکتب بینای مرکز سلامتی واقع است. در دهه به نام حمید براد به حفظ سلامتی اهمیتی خاصه داده می شود و در مرکز اینجا مرکز سلامتی است. چند نفر در مرکز سلامتی کار میکنند؟ در مرکز سلامتی ما 14 نفر فعالیت میکنند. خب چند نفر دکترای؟ هم کارمندان میانه تیمیم. یگان نفر دکتر با سبب نرسیدن کادر نیست، عین حال کار نکرده است. خدمت تیمی خدمت رسانیمون بعد 1637 نفر اهالی خدمت میرسونیم. خب مرکز سلامتی عبارت از 5 حجره ممدوده، حجره داروگذاری، حجره طبی اولیوی و حجره مادر کودک، حجره قبولی بیماران. شما کدام نمود خدمت رسانی طبی را همینجا میکنیم به اهالی؟ اساس کار فعالیت مرکز سلامتی پیشگیری بیماری های. تمام نمود بیماری ها از اون جمله مقصد این کووید 19 بیماری های برای ایمونیزاسیون پیشگیری کننده کودکان میگذاریم. بعد اهالی که کدامی که مقصد خدمت طبی داده میشود همه خدمت هم میرسونیم به اهالی. ساکنان دهه به نام حمید براتوف مثل دیگر دهات‌های ناحیه واسه جشن‌های ملی را در سطح بلند استقبال می‌گیرند. در دهه به این مناسبت منزل‌های استقامتی زمانوی گردانیده شده، مثل این مرکز تجارتی مرکزهای نوی خدمت رسانی‌ها ساخته می‌شوند. آبادکاری‌ها ادامه دارند. این دهه حمامی دارد که با شرایط برای آببازی و دیگر خدمت رسانی‌ها از دیگر منطقه‌ها فرق دارد.
در این گوشه دهه به نام حمید براد انا اینجا حمام است. اینجا حمام زمانوی ساخته شده است. نقش بخلانا در دهه از طرف ساختماندان دهه یک حمام ساخته شد. حمام از دو جای زنان مردان عبارت ده وسیله اساسی استفاده برش با انگشت است. من در بیرون خیلی یک جای آبازی برای گلابا تشکیل کردن که لحاظ فصل تابستون است برای بخطری خیلی کودکان در یک جای آبازی نکنن برای حادثه‌های صدمه با وجود نیاد کودکان در اینجا در تابستون جلب کرده میشن و کودکان با خیلی اساسی کاری خوبی در تابستون کودک این آبازی است همینجا با آبازی فرا گرفته میشن. مواردان که خلق از ساختن حمام الان بسیار بسیار خرسند است راضی هستند و در همه حالت همین حمام کار میکنند فعالیت میکنند و کدام شخصای ضرورمند آماده در همینجا در هم استراحت هم آبازی هم کاری ورزشی رو میکنند. از حمام با مسجد دهه مسجد خود را دارد. مسجد 5 وقته انا در این گوشه دهه نمازگزاران می توانند 5 وقت آمده در مسجد نماز گزارند. همصحبت من مؤذن دوملا عبدالجبار در مسجد چقدر آدمان می توانند نماز بگذارند در یک وقت؟ در یک وقت در این مسجد ما 70-80 نفر نمازگزاران 700-800 نفر 70-80 نفر روزی هستند. حضرت نماز خانه می روند. یکی مسجد برای چند نفر نمازگزاران در یک وقت؟ برای 700-800 نفر 700-800 نفر عضو در یک وقت نماز خانه. اینجا شرایط ها چه خیلی؟ شرایط ها هم از جای طهارت خانه جای حاجت خانه همش نقض میشه. کدام سال بنیاد شده گیری؟ سال 1993 1993 بنیاد شده گیری. آزادانه همه نماز خانه همه نماز خانه میتونن. یگان پرابلم هم مشکلی نیست. سلامت باشه که از مسجد به کتابخانه در سمت بلند برداشتن معرفت معنوی ساکنان با مطالعه کتاب‌های بدیعی از قربانعلی رحمانعلیف کتابداری در مقیاس جمهوری شناس در دوره شوروی از کتابخانه او این کتاب‌ها در مکتب نگاه داشته شدند. امروز از میراث گذاشته معلم نسل نورس استفاده می‌برند. قربانعلی رحمانعلیف یکی از زیاریان پیشقدم از همین دهه بودند. در همین دهه زندگی می‌کردند. قریب قسم زیادی فعالیتشون در مکتب همین دهه با فعالیت آموزگاری گذاشتند. قربانعلی رحمانعلیف یکی از نفرانی بود که در خانه‌اش در منزل استقامتیش حتی در دوره شوروی هم کتابخانه شخصی داشت و این کتاب‌هایی که علی زمان در مکتب آورده شدند از کتابخانه شخصی استاد میباشند. در دهه به نام حمید برات و هنرمندان هم هستند. چوب تراشی یکی از آنها است. جامعه پیش می رود. سطح زندگی مردم روز به روز بالا شده ایستاده است. در دهه به نام حمید برات طلبات مردم با محصولات های هنرمندان می افزاید. به همین سبب در این دهه هنرمندی هم رشد در حال رشد است. اکای سید احمد یکی از هنرمندان دهه به نام حمید برات درباره هنر خودتون معلومات دهید. اکای سید احمد شما با هنری چوب تراشی مشغولید. از چوب چی تیار میکنید؟ از چوب من کوپتر کنم یا اتلا کنم خوب سال ریزه کنم من این نمگیرد تیار کنیم یهش برای اتلا کردن میشن اتلا میکنن زنهای توجه کنم یهش برای سعودی ریزه کردن منم سعودی ریزه میکنن گشنیش پیاز ریزه میکنن برای این میکنیم یهش برای خوب باز منتو میکنن برای بعد طلبات مردم اکای سید احمد طلبات مردم چقدر در دهه با همین محصولاتی که شما تیار میکنید؟ خیلی هم از این چیزای خوجگی قشلو خندری همه اودان برای خوجگی در خانه در کار در کار میشن برای همین طلب میکنن. شما در تریزه هم از چوب میسازید؟ ما در میکنیم ما تریزه تیار میکنیم برای خلق. شغل هنرمندی قطعی زندگی چه است پیش میرود؟ میرود ان شاء الله. اگه مهنت کردی
انشالله که میوید شما این محصولاتایی که شما تیار میکنین کجا آدم میبرین میفروشین؟ بازار آدم میبریم میبرن خودشون دمو طلب میکنیم هم خیلی بکنیم بازار میبریم خیلی میکنیم زندگی نگیرم میگذاریم میبرن هم خیلی در دهه به نام حمید برو در برابر هنرمندی همچنین صنعت در حال رشد است. در دهه علاقه 3 کارخانه خردی صنعتی آسیاب فعالیت دارد. چقدر ارد میکنن اومد در باید کارخانه های صنعتی که در دهه هستند نقل کنید؟ دهه حمید برو در کجان همین آسیاب ما چیکاریم؟ مثلا خدمت خلق داریم. همین کدامش مثلا آسیاب میویا مثلا ما همین کارشون بود میکنیم، برد میکنیم. تیار میکنیم یا میبرن شما. همین خیلی ما گفتیم چند تا 3 تا آسیاب بیاد. 3 تا آسیاب بیاد. با غیر از آسیاب باز چه هست کارخانه ها؟ هست کارخانه. جواز هست؟ جواز هست خوب. جواز خود که روغن زغیر میکشه. همچنین بسیار خوب میبود که در اینجا باغ هم بسیار هستند. باغ بسیار هست. اگر کارخانه های خوردی استحصالی که شربت مشغول میبودن. اگر با تشکیل میشن که نیت هست ایشون. ان شاء الله هست. با میشید با بهترین میشید. همین آدمام خلق میکنن مهنت میکنن با خود چی میکنن مثلا دمو میشید دمو زهودو که میشید کارخانه با دیگه میشید اینجا کارخانه کارکردی شیر هم کردن ممکنه ممکنه در این دهه زنان کدبانو و هنرمند شمارهشون زیاد هستند. در چنین روزهای گرما چالاب و دوغواهای طبیعی استحصال مینمایند. حاضرگینه ها ما دخترها رو در نظر دارم، زنها و دخترهای ما جرغوتا یعنی با واسطه تکنیک میکشن. در زمانی که خوله حافظه اولی یوش بدن یوش بدین واسه 73 دهه اولی همیشه 76 ده اون وقت شما دوغا در چغدک میکشیدین چغدک میکشید همین دوغی که شما در چغدک میکشیدین واسه تکنیک میکشید شما روغنی بسیار میگرفتین یا ایجا؟ چغدک ای چی خوبی داشت چغدک نکشیدن اینجا؟ ای چی خوبی که بعد است میکشی گرم خنکیشه خودت میفهمی چند خی این در موتور میمونه جوشای خنکای نمیش در درون دوغ میمونه نمیشه میگیری واسه فریب میخری اوه یکی در خی کشیدن کفترک مهنت خی اخوی جون میکنی مهنت میکنی چند سال دوغ کشیدین؟ ما دو خوزی را دوغ میکشم خوزی میکشید؟ اوه این محصولات دوختونه این گرمی و دفعه چیکار میکنید؟ دخلت میریزی شکه میشوه نمکش میکنی قروتش میکنی بعد این مسکره میگیری غن میکنی نمک میکنی او میکنی ستیل دمه ورداری کن تخنکشی قروتو میکنی قروتو میکنی این مزه روغنی ای فرق داره؟ نه که روغن همش یگه خیلی بیا همین روغنو امره بگیرین که هنرهای مردمی از قبیل گلدوزی و چکندوزی هم از نسل به نسل تا امروز رسیده است. این سند نیوگان رو در دهه نورسان از خوله تازه گل می آموزند. این مادرها که اینجا نشستند چیوران همین دهه می باشند. اپای تازه ما شما مسئول دستان همین چیز گلدوزی که ایره کدام سال در دختگی؟ ایره سالوی کم تر پیشترک سالوی که یک 2 سال 3 سال پیشتر دختم. چنده دوختین؟ می دوختیم. حاضر چی؟ حاضر که با دوزم که صفتش با او دختن پیشینه موافق نمی‌بود. چی با؟ خیلی که بعد پیشی شما گیرو می‌شود دست ما گیرو می‌شود. انا که حاضر با او درجه که دوختیم با او تری نمی‌تونیم خیلی میکنیم اینا یک کروغ میکنیم یک کوپا چرا مغزی میکنیم میدوزیم دیگه با این نقشه حاضرم من از جوانو را یاد داده؟ البته جوانو میتونه جوانو توقی میدوزن شیروز میدوزن نقش میدوزن کورپا و کورپاچه سر و مغزی میکنن میدوزن جامعه میدوزن کلتچه میدوزن این دخترکای شروع را که یاد میتا؟ ایو را که ایو نواسای من نیستن روسیه بیا هم مومو و بابوش و بابرا نشون شم تنه خد من نشون چی فرق داره گفتم روزانی فرقیت کسی باشه نشون نیست خدا گیرفت بابا حفظه نشون میتا در دهه صدای دف و چنگ هم به گوش می رسد. اعضایان این عائله با نقاشی و گلدوزی رقصیده سرود می خوانند. اپای سلیمه
همه همی محصولاتایی که همی جماعت دیدستم همی محصولی دست شما های؟ همی چیزی رو من دارم جا تیور کردم محصولات خدمت من آیدان رو نیاوردم من قشلوب همه اویله دارم همه چیزی من استفاده میشه شما هم قلم میزنین؟ هم قلم دارم نقش میتونم اینو میرخیم با ماشین و ماشین هم اونده 71 دادم من اولیم به خلق خدمت کست شما هم قلم میزنین هم میدوزین هم دف میزنین خیلی ما اولادی دولت من خولیم خیلی میسای وطن اختر یفتمه این اولادی سرعت کاری اگر ما با این 3 سال باید دایره نزنیم من خیلی هستیده خونده در چنگه به هر شما نوقت من همی سهری خیلی خیلی شکم خیلی او را ما میبرم سوز میکنم نیکی باروی چی میسال صنعتکار نشینین؟ بچه در سالی 69 70 ما مکتب میونه تمام کردیم دخترم هم میمدن اون دانشگاه بخونه خود شرایط حاضره حاضر همه شرایط برای فرزندان مهیا شگرانه خداوند شگرانه کنجی امانی شگرانه پرزیدنت محترم ما ملی رحمان بین جوانو دخترها به دست خود میبریم در مکتب عالی میسپاریم اگر شبی که تستیو میبرم و شب خانم تو سرکون رقم گذاشت که دخترکم 5 تا فرزند علم عالی دیپلم سرقت تمام کرده 20 ساله مردک نیست مدگه همه فرزندان هم پدر هم مادر شید خیلی مهنت و اینه مهنت این باغ عبارت از درختانی میوه‌دهنده سبو شافتالو زردالو گیلاس اولیچه همه محصول مهنتی دستی حمید باروتوف هستند و در سایه این درختان از میوه‌های این باغ امروز فرزندان اینجا جمع اومدن نشستن نوش جان میکنند اپین خوشبی مرحمت اپا شما یگان گفتنی داشته باشین این برکتی که از پدرمون این سایه باغ پدر در استراحت کردستین نوش جان کردستین این چی میگه اطراف دسترخوان این ناز نعمت نگاه که مرحمت های ما امروز فرزندانی پدر ما که دسترخوان نشستم با خاطری پدر بزرگوارم خاطره اون کس را همه ما در خاطر داریم آدم پاکویان بود آدم تازه بود آدم دست به خیر بود جوگی می اومده او را میگو که اول تو خود نتینه خونه رکی نکنیم ریزوش کنیم برای سهری خوب بودیم میخیست هرون ندسمور کده بچم خیدیم من رفتم میرفت کسالیو را اول خبر میگیرم سهری وقتی نماز خبر میگیرم کسالیو را شلوغ ده سرشون هم روز جمع میشید تیغ در کساش میزد همه کسالیو را سرشون ده ما اک مایده بودیم من بیان مونه همیشه سرشون هم میتروشید و جیبکش ده تخمی اوپاز مون میورد یکی یگون تا یگون تخمیش اوپاز میکرده جیبکش ده میورده میومد یک میفتیم چای بابی تو نرفته شوی خوبه اتم اومد نمورا بیدار کرده اتم تخم اومد گفتن امی یک رشم خیلی بیان میده امی اومده بعد گر یک خیال سفید کیرا میدادم بود تخم را یکم خودمونه که لکو خوانه کرد خاطره شد که وقتی که من دست اومدم به دوره اومم عبید خونه میومم یک معلم همه معلم ها عبید رفتن یک معلم ایره دو بود توقف تفهم موندگی خستم اومم من رن خیلی چون خیلی کردم اومم خیلی اکای سرسنه وقتی خونه دو اومدیم نشستیم عبید کردیم و شب چیز صحبت کردیم همه گپ ها گفتم که همه عبید رفت یک معلم تنکو در دورم مرا جنجال کرد که معلم نگرفتی به معلم چی میخورد داره میخونه یک چینی شوربا میخورد هم یک چای میخورد خسته مکتب اومدید معلم نگرفتی بیو پدر ما پدر بهترین پدر بود بگه یگان چی بسیار آدم خاکسار بود آدمی با تمکین بود آدمی با صبر و با تحمل بود ما همه تربیه ما که ما همه نشستگان هم دخترای همین بابا حمید همه با یک در بخت با یک خونه با یک فرزندان با برکت زندگی کردیم. باز دیگه پدرمون نمیدیدیم برای که بسیار در سر مود بودن مود هفته که میشه پدرمون نمیدیدیم برای که شب سر زمین می اومدن و مود صاحب خوب بودن که و میرفتن شب دیر می اومدن و چم میپرسیدیم میگو که هم فنرش در دستش میاد تا یک دده یک خبر میگیره و میره و سر زمین بر به اوتی پختر اوتی میره آفرینه بی بیوجی فخر میکنه کی خانومی
اینا حمید برات نماز شب تر نمیکرد همه خلاف مجلس می اومد نماز شب میخونداریده تو نماز شب نمیخوند خوب نمیخوند انوار بسیار آن کشور میکرد همین زمستانی درست با هم کسلوق شلوق میبود شکرانه میکنیم که پروردگار همین قشلاق 36 سال سال اتای ما بگردری کاغذ با بنامش اما یک نیکی و یک خوبی داشت که همین قشلاق انشالله که بنامش کردم. این پدرم آوازی بلند نداشت. همچون راهبر یکم گپی بلند نمیگفت، گپی ناحق نمیگفت. حتی خنده بلند دوست نمی‌داشتم. همین که میخندی که همین تای برو تو دا همین یک خنده با معنای دیگر میگفتن همین که خنده میکرد. من همون گپ نسبت گفته نیستم. هر یک روبریکای چو میشید مثلا در کلاس پراودا آدمی خداداد است برای ما در همونجا در چیده بود که همین برای تو خانه پردادبا نساخت، ثروت جمع نکرد، با مهنت حلال نان خورد و کمیزات ها نان داد. امروز من حس میکنم که انمون خصلت های نیکش بود که تا امروز مردم او را دوست میدارن، یاد میکنند، احترام میکنند. نامش امروز پایدار است. در نامگذاری با طلب خلق و احترام خلق نامگذاری کرده شد. این احترام خلق است. امروز هر یک پیشروی ده اگر همین نتیجه کنیم همین تحکورسی اساسی هم دوره است. ما باور دارم که امروز فرزندان عزیز این دیار نام پاک او را زنده میمونند، زنده جاوید مور هر کی نکنه است که از عقیبش ذکر خیر کنند، زنده کنه نام را جاش جنت خانه آخرتش آباد باشد. آمین. خب یک جهان تشکر افاقا و خب تماشابینان ارجمند بینندگان به نهایت گرامی این بود برنامه نوبتی قصه های مردم کوهستان از دهه به نام حمید برات جماعت دهاتی به نام میرزاعلی وایسف ناحیه واسه. شما بتوانید درباره این برنامه اندیشه های خودتان را نویسید، همچنین میتوانید درباره ثبت دهه های شما با ما مراجعه نمایید. رقم های ما در زیر نوشته شده است. تا بازدید در یگان دهه دیگر سلامت باشید. سلامت باشید.